دوستان عزیز، از دیروز تصمیم گرفتیم که یه کار خیلی جالب بکنیم. یه ایده بود من زد به سرم و انجامش دادم. اونم این هستش که بخش خبری 23 رو هر شب بعد از اینکه پخش میشه ما نگاه کنیم، تحلیل کنیم و اون چیزی که فکر میکنیم داره صدا و سیما دروغ به خورد مردم میده رو برای شما تحلیل بکنیم. چون بعضی از این حرفا و خبرهایی هم که اینا منتشر میکنن مشخص هستش که مثلا فردا روز میخواد چه اتفاقی تو جامعه بیفته، مثلا دلار میخواد گرون بشه، ارز میخواد گرون بشه. اینا خیلی راحت پشت پرده این رو با بازی با کلمات در بخش خبری 23 که یکی از مخاطب ترین بخش خبری صدا و سیما ایران هم هست به خورد مردم میدن و ما حالا سعی میکنیم که با توجه به تجربیاتی که من در صدا و سیما داشتم و خط قرمزها رو میدونم و بازی رسانه‌ای رو میدونم سعی میکنم بگم. لطفا شما هم کامنت بذارید، ویدیو رو حتما لایک بکنید که بالا بیاد و کانال یوتیوب برام پشت پرده رو هم سابسکرایب بکنید. یه ایده بوده، امیدوارم که جواب بده. قسمت اولش خیلی استقبال شد و دوستان لطف داشتن، ازشون تشکر میکنم. حالا امروز هم که 11 مرداد 1397 پنجشنبه هم هست، قسمت دومش رو ضبط کردیم. امیدواریم که خوشتون بیاد و ببینیم به کجا میرسیم. خب پلی میکنیم ببینیم که خبرها چجوری آغاز میشه در ایرانیان. و نکته دیگه هم بگم که ما بیشتر از 30 دقیقه ویدیوها رو ضبط نمیکنیم، یعنی سعی میکنیم که ویدیو به 30 دقیقه رسید دیگه ببندیمش دیگه تا هر جای بخش خبری 23 بود. سلام، شب بخیر، خوش آمدید. اسامی ارزبگیرها در کارتابل وزیر اقتصاد. یه نکته که هستش، چند وقتی هستش میان میگن اسامی ارزبگیرها فلان بیسان. و آقا اسامی یعنی که آقا بگید اسم و فامیل طرف چیه، ه و د و ز و خ نداریم که. میگن اسامی ارزبگیران رو میز وزیر اقتصاد، اسامی ارزبگیران رو میز بانک مرکزی. بعد تهش در میاد که آقا وزیر اقتصاد اومده زیر نامه رو امضا کرده که به طرف وام دادن یا به طرف ارز دادن رفته خودرو وارد بکنه یا هر غلط دیگه بکنه. عمه من شما که نرفته بره بده که. حالا اسامی هم رو میز باشه، نمیاد که اون قضیه رو رسانه‌ای بکنه آبروی خودش رو ببره که. خب همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به بعد جوری هم میکنیم با یه اعتماد به نفس خاصی هم خبر اعلام میکنن که ببینید چقدر مسئولین پیگیرن و مردم میگن اوه دستشون درد نکنه چقدر خوب اسامی رو دارن میگن. وزیر اقتصاد فهرست کامل وارد کننده هایی رو که از 22 فروردین تا الان فهرست کامل وارد کنندگان 22 فروردین. چرا از 22 فروردین به این ور؟ چرا از قبلش اعلام نمیکنید؟ قبلش هم همین جوری بوده و به اینها ارز دولتی داده میشده و الان چندین ساله داره ارز دولتی داده میشه. چرا 22 فروردین به این ور؟ به خاطر اینکه یه سری از افراد و آقازاده و از جمله میمره که آقای میثم رضایی بود قبل از این تاریخ وام گرفته بودن و قبل از این تاریخ ارز دولتی گرفته بودن. ولی چرا نمیان بگن؟ اینا نکات ریزیه که اینا اعلام نمیکنن. خب آن ارز به نرخ رسمی دریافت کردن فرستاد تا گمرک اقداماتی رو که لازمه انجام بده. پیش از این هم بانک مرکزی بنا به درخواست دستگاه‌های زیرم در 2 مرحله فهرست دریافت کننده‌های ارز به نرخ رسمی رو منتشر کرده بود. معاون اول رئیس جمهور اوایل هفته گفته بود که بانک مرکزی مشغول بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدیدی برای مدیریت بازار ارز. میگه ارائه بسته جدید برای مدیریت بازار ارز، یعنی تا قبل از این یعنی شما نخبه نداشتید، کارشناس نداشتید که بخواد بیاد این قضایا رو به مردم بگه. تازه میخواین بسته جدید بدن بعد از اینکه یورو، دلار، همه اینا رفت بالا، همه جنسا گرون شد. تازه الان یادشون اومده که یه بسته جدید بدن. ارز آقای جهانگیری هم که زد ترکون مملکت و 4200. به گفته جهانگیری این بسته پیشنهادی ثبات رو به بازار ارز برمیگردونه. ببینید امروز 11 مرداد 1397. شما اگر ثبات رو در بازار تا 10 سال دیگه دیدید بگید همین فردین و برنامه پشت پرده دارید دروغ میگید. چه ثباتی؟ اینا فقط سوپاپ اطمینان دارن، این خبرها رو میدن که مردم میگن آقا دستتون درد نکنه. جهانگیری گفتش که دلار 4200 کو، الان دلار تو بازار 11000 تومان هم گیر نمیاد. واکنش مراجع به سامانی‌های اخیر اقتصادی. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی از نابسامانی‌های اخیر بازار سکه و ارز و گرانی‌های اخیر انتقاد کرد. بابا شما مرجع تقلیدید، شما باید حرکت محکمی انجام بدید. آقای مکارم شیرازی، شما که اونجوری که در خبرها اومده دامادتون آقای مدلل، یکی از کسایی که ما دیشب تو بخش خبری گفتیم ایشون روغن نباتی نازگل و اصلا مافیای روغن نباتی دست ایشون، سیمان سامان در اختیار خانواده مدلله. خب شما داماد خودتون رو جمع بکن، فکر میکنم که کار مثبتی خدا شاهده کردی.
آیت الله مکارم شیرازی گفت اگه 10-20 نفر از مفسدان اقتصادی با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در 1-2 ماه نه چند سال محاکمه بشن و اموالشون مصادره و به اشد مجازات بشن، اوضاع عوض میشه. امیدواریم این اتفاق بیفته. مردم از خداشونه. 4 نفر اگر اینا بخوام بیان اعدام بکنن دیگه تمام مشکلات مملکت حل میشه. الان مشکل مملکت شده نمیدونم روسری این جلو، نمیدونم نمیدونم حجاب این. بابا 4 تا از این مفاسد اقتصادی شما بگیرید، مطمئن باشید که مردم خوششون میاد. البته این جمله هم که گفته درسته. آیت الله مکارم شیرازی به مسئولان قضایی تاکید کرده اگه مفسدان اقتصادی از دایره افراد صاحب نفوذن، این افراد هم پای میز محاکمه کشیده بشن. آیت الله مکارم شیرازی به مردم هم توصیه کرده شما حق مطالبه حل مشکلات رو دارید، اما بدانید بدون انسجام داخلی و اتحاد همه گروه‌ها مشکلات حل نمیشه و اونها که از خارج مردم رو به آشوب دعوت میکنن دشمنان قسم خورده ملت ایرانن و نباید بهشون توجه کرد. میگه اونایی که خارج از ایران. بابا الان مسائل اقتصادی دیگه ربطی به دشمن داخلی و خارجی نداره. طرف تو ایران روغنی که مثلا تا دیروز می‌خرید 1000 تومان الان داره 4000 تومان می‌خره. ماستی که مثلا می‌خرید 2000 تومان الان می‌خره 5000 تومان به خاطر گرونی‌ها میاد بیرون و اعتراض میکنه. این ربطی به این نداره که مثلا دشمن خارجی بخواد بیاد صحبت بکنه. خب آیت الله نوری همدانی هم بهبود وضعیت اقتصادی رو تقاضای جدی خود از دولت دونست و بر رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تأکید کرد. امضای عهدنامه مودت ایران و آسیان. این جالبه. ببینید راجع به این امضای مودت آسیان به شما بگم که چندین ساله که توی مجلس بحث وجود داره که ایران وارد اتحادیه آسیان بشه. اتحادیه آسیان جزو 5 تا اتحادیه برتر دنیاست. بعد از اتحادیه اروپا و اتحادیه امریکا، اتحادیه آسیان جزو اتحادیه 5مه. توی مجلس ببینید خبری که اصلا 23 پوششش نمیداد، چقدر خوشگل مجلسی از میان میذارتش تو خبر سوم بخش خبری 23. اما این قضیه رو اشاره نمیکنه که توی مجلس ایران چندین سال داشت تصویب میشد که ایران بره جزو این اتحادیه بشه، اما چون اصل اتحادیه هم خیلی فارسی سلیس به شما بگم این هستش که یه اتحادیه‌ایه که ما وقتی عضوش بشیم ما باید قوانین کشورهای مختلف رو بهش احترام بذاریم، رعایت بکنیم و یه مجلس دارن مثل مجلس شورای اسلامی که وقتی شما بیرتون اتحادیه مثل اتحادیه اروپا میمونه تصویب میکنن که مثلا یورو بشه، همه واحد پولیشون بشه یورو، یا همه مثلا باید خودروهای دیزلی و فلان اینا رو رعایت بکنن که بدون ویزا برن تو کشورهای مختلف. اتحادیه است دیگه و یه سری قوانین رعایت بکنن. اتحادیه آسیان هم همین بود. اما توی مجلس اومدن تصویب کردن که بره عضو بشه. شورای نگهبان و اومد گفتش که و مجلس خبرگان گفتش که این قضیه مشکل مذهبی سیاسی داره، یعنی ما نمیتونیم با حجاب کشورهای مختلف کنار بیایم و فشار آوردن و چندین سال اصلا اجازه نمیدادن. مشکل سیاسی مذهبی داشت که ایران بره عضو این اتحادیه بشه، اما با فشارهایی که آوردن دیدن پول خوبی توشه، گفتن بریم عضو این اتحادیه بشیم، وامی از وام جهانی بگیریم و از این صحبت‌ها. چیزی که اصلا بخش خبری 23 به اتحادیه آسیان اصلا اشاره نمیکنه. گوش بدید. خیلی هم خوشحال میگه به به رفتیم توی اتحادیه. نمیاد دیگه قبلش دعوا بوده، گیس کشی بوده توی مجلس. خارجه که به سنگاپور رفته امروز با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان پیمان مودت و همکاری امضا کرد. ظریف میگه به این ترتیب همکاری‌های ایران و آسیان به عنوان 5مین قدرت اقتصادی دنیا و بلوک اقتصادی مهم منطقه جنوب شرق آسیا بیش از پیش امکان پذیر میشه. وزیر خارجه با اشاره به ملاقات‌های متعددی که در حاشیه این اجلاس داشته گفته با توجه به نزدیک شدن اجرای اولین گروه از تحریم‌های امریکا، مجموعه‌ای از کشورهای مختلف آمادگی مقاومت در برابر فشارهای امریکا رو دارند. داستان این هستش که تا چند روز آینده قراره که ایران تحریم بشه و خیلی هم جالبه بدونید که قیمت ارز و دلار قبل از تحریم‌ها بالا رفت، یعنی به آخرین حد خودش رسید. ببین یه فنریه که شما وقتی جمعش بکنی بازش که بکنی تا یه حد باز میشه، دیگه بیشتر باز نمیشه. اینها با زرنگی خاصی اومدن قبل از تحریم ها قیمت دلار و ارز رو رسوندن به همون استانداردی که اگر ایران تحریم بشه و آمریکا از برجام خارج بشه و عملا هم گفته از 16 مرداد ما میخواد این کارو انجام بده، هیچ اتفاقی نمیفته. میگن خب قیمت ارز همون قدری که بعد بود دیگه. 11 دلار قرار بشه 16 تیر ماه 11000 تومان، 16 مرداد ما قرار بشه
11,000 تومان، الان شده 11,000 تومان. بعد از اینکه تحریم آغاز میشه میگن هیچ تأثیری در جامعه نداشته، دلار 2 هفته پیش گرون شده، در صورتی که خودشون از قبل میخواستن این قضیه اتفاق بیفته. الان رفتن با اتحادیه آسیان با کشورهای آسیایی امضا کردن که اگر تحریم شدن طبق این تفاهم نامه‌ای که داشتن تا دیروز هم میگفتن حرام است و مشکل اسلام به خطر میافتاد، اینا رفتن امضا کردن که اگر رفتن تو تحریم ها اتفاقی براشون نیافته. و نکته بعدی هم که ما از فردا پس فردا تحریم هوایی هم میشیم، یعنی دیگه هواپیما یک پیمانی هستش که کشورهای عربی امضا کردن، حتی اجازه نمیدن که هواپیما از روی آسمان ایران رد بشه. و تمام مقامات ارشد طرف گفتگو با ایران منافعشون رو در حفظ برجام و گسترش روابط با ایران میدونن. ظریف که امروز با وزیران خارجه روسیه، فیلیپین، سنگاپور، نروژ، مالزی، ژاپن و ویتنام و نخست وزیر سنگاپور ملاقات کرده، فردا قرار دیداری هم با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته باشه. کلا با 10-12 چقدر وقتش که با این همه آدم صحبت کردی. خب وزیر خارجه در همین حال تاکید کرده هیچ برنامه‌ای برای دیدار با همتای امریکاییش در حاشیه این اجلاس نداره و قرار هم نیست دیداری باشه، چون دیدار با امریکایی‌ها کم نداشته و دولت کنونیش هم نشون داده به تعهداتش پایبند نیست و دیدار برای دیدار معنا نداره. یعنی عملا گفتش که آقای ترامپ شما دیگه برو سر کوزه آبشو بخور، ما با شما دیدار نمی‌کنیم. و حالا منظورشون مستقیم و غیر مستقیم این بوده. شمارش معکوس برای تحول در ساختارهای اقتصادی، کارآفرینان جوان و شرکت‌های دانش بنیان آستین بالا زدن. ما مثلا فکر میکنیم که فرض بکنیم نفت بشه $200 مثلا اتفاق تو کشور میفته، یا بشه $20 چه اتفاقی میفته. این داستان این خبرهای دانش بنیان و شرکت دانش بنیان هم همش کشکار. ما بعضا دیدیم که شرکت دانش بنیان همش در اختیار خود آقازاده است. یعنی شما فکر نکنید که مثلا یه آدم عادی اگر یه اختراعی بکنه بیاد در اختیار اینا بذاره، اینا بهش وام میدن. حتی این اپلیکیشن روبیکایی هم که چپ و راست سیما ایران داره تبلیغشو میکنه، این مال طریق بنده خدایی بوده، اومدن دزدیده بودنش. حالا میاد میگه شرکت‌های دانش بنیان. شرکت دانش بنیان چی؟ یعنی من اگر همین الان برم اونجا یه ایده بدم فکر می‌کنم بهش وام میدن؟ نه، میان این خبرها رو تو صدا و سیما کاور میکنن، پروموت میکنن. همه مردم که دیدن میرن تو مجلسی بودجه میلیاردی میگیرن، به پسراموش میگه بیار طرح دانش بنیان بیار، تو یه ایده بیار، با هم بریم یه طرح تصویب بکنیم پولشو بگیریم. این خبرها هم اینطوری میاد تو صدا و سیما. یعنی میخوام بگم ما یه حرکتی زدیم، اینا میان اینجا میگن نفت چیه، گاز چیه، ما اقتصادمون به خاطر نفت و گاز نیست، با طرح دانش بنیان هم ما میتونیم موفق بشیم. درسته، حرف قشنگه، اما این حرف قشنگ برای مردم نیست، برای آقازاده‌های خودشونه. من تو صدا و سیما صحبت میکنم، آقازاده‌های خودشون هم یه وامی بهشون میدن. نفت $200 معنیش اینه که دولت چاختری داشته باشیم، بچهای دیگه ای آلوده استخدام کنیم، اعتماد به نفسشون، زندگیشون، آیندهشون بشه همین حقوق استخدام و تشکیلات و موارد. بدبختی است که شما کسی هم استخدام نمی‌کنید که بخواد آیندهش هم بسته باشه به این قضیه. رشد اقتصادی از توی همچین اقتصادی بیرون نمیاد. یعنی ایران 4-5 سال دیگه ایرانیه که دیگه توش خودروسازی و فولاد و سیمان و اینا صنایع برتر نیست. همون چیزی که تو کشورهای دیگه اتفاق افتاده. دیگه داشتن دودکش توی صنعت مزیت محسوب نمیشه و صنایعی میان که میبینید دیگه به توی اتاق دود هستن، میلیاردها تومان درآمد و بقیه موارد دارن این جوونا. و حرف قشنگ میزنید، خب چرا خودتون عمل نمی‌کنید بهش؟ همشون هم داستان‌های مشابه دارن، از یه زیرپله، از یه گاراژ، از یه زیرزمین. این مثال برای شرکت‌های مثل اپل و مایکروسافت ست می‌کنه، نه برای توی ایران. طرف میخواد یه شرکت بزنه، اسلام به خطر میفته، آرمان‌های امام به خطر میفته و توی ایران اصلا این مسائل مطرح نیست. اومدن بیرون. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقد اقتصاد نفتی اقتصاد رانتیه و مردم حامی کسب و کارهای نوپا هستند و اگه ازشون حمایت نکنیم نوع خارجیشون جایگزین میشه. همین الان تو بحث همون نقل کامیون 11 واسطه هست بین راننده کامیون تا بار. اینو کی میگه؟ اینو معاون علمی و فناوری رئیس جمهور میگه 11 تا واسطه در زنجیره حمل نقل کامیونی وجود داره. خب شما که معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شما باید بری با رئیس جمهور مشاوره بدی که جلوی این فساد گرفته بشه. قوه مجریه رئیس جمهور بعد این کارو انجام بده و جلوشو بگیره، ولی شما چجور جلوشو نمیگیرید؟ الان سوالی که اصلا منم دارم، چون خیلی هم جالب، من جلو میکروفون حرفم میزنم، بابا برید جلوشو بگیرید، چرا حرف میزنی های ستاری؟
60% اوورهده. 60% اوورهد. راننده‌ای که مثلا باید هفته‌ای چه میدونم 5 تا بار بزنه، هفته یه بار 2 بار بهش میخوره. خب اینا همه حذف میشه. وقتی شما قیمت خیلی هم هوشمندانه میاد خبر رانندگان و کامیون ها رو استفاده میکنه که دیدید که یه مدت هم هست تو ایران اعتصاب راننده ها و کامیون ها هست. با این خبر خیلی زیرپوستی میخوان کاور بکنن که آره ما حواسمون به راننده ها هست، میدونیم داره رانت صورت میگیره. با این هدف هم این خبرها رو میزنن. خدماتو میارید پایین، تولید پا میگیره. کشاورزی که تا دیروز میدیده که پول کارگرش هم در نمیاد که این میوه رو از درخت بچینه. ببین خبرایی هم که میزنن همه چقدر باهوشن. صدا سیما ایران که بیننده نداره. عملا اون بنده خدایی که تو شهرستانا هستن یا توی روستا هستن خبرها رو نگاه میکنن. خبری هم بعد اینم خیلی زرنگی میگه آره روستایی‌ها فلان بیسان بهمان میدونن براشون نمیصفه. حرفای قشنگی رو میزنن که بدل اون روستاییه که بیننده تلویزیونن بشینه. خب و بعد قیمت همین تو بازار تهران 10 برابر میشده همین محصول. و الان وقتی میتونه مثلا جنسشو به 2-3 برابر قبل بفروشه، خب 2-3 پیدا میکنه، تولید توسعه پیدا میکنه، خدمات در واقع در دسترس میشه. اینا مثلا استارتاپ های خدمات، استارتاپ حوزه تکنولوژی. اینا استارتاپ نیست، اینا اسمشون اصلاح. شما باید اینا رو اصلاح کنید در سیستم اقتصادیتون. استارتاپی نیست. بیوتک، نانوتک، سلولای بنیادی. بیمه بازنشسته ها تکمیل میشه. اینم جالبه این خبر بازنشستگی. ببینید برای داستان از این قرار است الان 4-5 ماه حقوق بازنشسته ها رو تو بعضی از سازمان ها نمیدن. بعد اینا دارن با این خبری که کاور میکنن میگن آره ما داریم خدماتتون رو بیشتر میکنیم. بابا شما حقوق این بازنشسته بنده خدا رو بده که 30 سال زحمت کشیدن، نمیخواد بهشون خدمات بدی. بعد الان تازه به فکر افتادید خدمات بدید. شما بعد از روز اول این اتفاق از سال 57 که انقلاب بود تا سال 87 که 30 سال کارمنده انقلاب تمام شد، شما بعد این قضیه رو از سال 87 میبستید برای مردم بهشون خدمات بدید، نه بعد از 10 سال تازه یادتون بیفته بعد سری امکانات هم به اینا بدید. سفرها ارزونتر آب میخوره. مدیر عامل صندوق بازنشستگی از تدوین برنامه بیمه تکمیلی بازنشسته ها خبر داده و گفته از دولت خواستیم همه خدماتی که به کارمندان شاغل میده به بازنشسته ها هم بده. یعنی تا الان این خدمات رو بهشون نمیدادن. فکر کنید. اما سفرها هم برای بازنشسته ها ارزونتر در میاد. بخش وام سعیمون این بوده که قیافه این طرف هم اونجا نگاه کنید اصلا. خب برای چی اینجا وایستادی من نمیدونم. فرهنگ هم باید ساخته بشه برای این مدیرا. با کمک بانک صادرات حدود 2000 میلیارد تومان که از اول مهر ماه این اتفاق خواهد افتاد، یعنی به 400,000 نفر وام 5 میلیونی با کارمزد 4% رو انشالله براشون در نظر گرفتیم. یعنی فقط برای 400,000 تا بازنشسته کل کشور. حالا خدا میدونه این 400,000 نفر هم کیان. یعنی دریچه دزدی جدید براشون باز شد. ما الان نزدیک 2-3 میلیون بازنشسته تو کشور داریم، بعد اینا میگن 400,000. خب در بخش سفرها سعیمون این بوده که از 100,000 نفری که تا حال خدمات میدادیم 100,000 نفر به 200,000 نفر سفرها رو افزایش دادیم. مبلغی که 640,000 تومان بوده به 760,000 تومان. یعنی 140,000 تومان خدمات این بازنشسته ها رو بردن بالا. یعنی اگه بخوایم به دلار خودشون هم حساب بکنیم $10. خب پس نباشه $10 پول ساندویچ در کشور خارجی. خب تبدیل کرده تمام ایرانگردی جهانگردی با هتل هامون رو موظف کردیم که 50% تخفیف به تمام بازنشسته ها و خانواده هاشون رو در نظر گرفته بشه. عمرن اگه بهشون این تخفیف ها رو داده باشه. همش حرفه. رسیدن امکانات بیشتر به استان ها. آره اینم هیئت دولت مطابق هر هفته آخر هفته ها میره سر میزنه. بعد جالب اینجاست که 3-4 تا از این وزیرها 4 تا رفتن بازدید کردن، 3 تاشون رفتن شهرهای مرزی. این مشکوکه اینا میرن شهرهای مرزی. خب بعد جالب است این من نمیدونم این سیستم چیز کلنگ زنی یعنی چی؟ میرن کلنگ فلان موردو میزنن. یعنی کلنگ زدن در سیستم جمهوری اسلامی کاملا کلنگیه. چرا؟ چون آقا ما الان 1000 تا مجموعه داریم که هنوز افتتاح نشدن، بودجه ندارن. بعد شما میرید کلنگ میزنید، کلنگشو میزنن که در دزدی ایجاد بشه دیگه. کلنگ میزنن 1 میلیارد بودجه میگیرن، میخورن، میرن یه جا دیگه دوباره کلنگ میزنن. گوش بدید. به رسم پایان هر هفته وزرا در سفر به استان‌های ایران 10 طرح آماده رو افتتاح کردن و طرح‌های جدید رو کلنگ زدن. وزیر جدید رو کلنگ زدن. با قبلی‌ها رو افتتاح کنید. نمیان توی خبرشون بگن آره پیگیری کردیم مثلا فلان
جا ساخته بشه، پیگیری کردیم فلان بودجه داده بشه. چند تا ما پروژه عمرانی نیمه تموم داریم. اینا خبریه که به درد مردم میخوره، نه افتتاحات. را در استان کردستان دستور ساخت تقاطع غیر همسد در مسیر ارتباطی سنندج به سقز و مریوان رو صادر کرد و در همدان ساخت راه آهن 75 کیلومتری همدان ملایر رو کلید زد. وزیر کشور در سفر به آذربایجان غربی از پایانی مرزی سرو بازدید کرد و تسهیلات بانکی نامحدود به مرزنشینان برای ایجاد اشتغال پایدار خبر داد. وزیر نیرو به گلستان رفت و 2 طرح زهکشی و آبرسانی رو افتتاح کرد. کلنگاشون مسخره است. روی عملیات اجرایی برای زهکشی 12,000 هکتار از اراضی در بندر ترکمن. این آب شیرین کن که ظرفیت قابل ملاحظه‌ای داره برای تامین آب شرب سالم و با کیفیت برای مردم این منطقه. در استان گلستان تعداد 111 پروژه آب، برق و فاضلاب در حال اجراست و بالغ بر 8,000 میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه ها در نظر 8,000 میلیارد تومان. ببین خدا میدونه که این پولا چی میشه. خب گرفته شده. تا کنون چیزی حدود 1,500 میلیارد تومان هزینه شده. و در سفر وزیر آموزش و پرورش به کرمان هم مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان جیرفت آغاز به کار کرد و کلنگ ساخت هنرستان مرکز آموزش چی نفهمیدم. الان که فصل درس نیست، تابستونه که. خب شهر ریگان هم به زمین زده شد. کلنگ شهر ریگان، یه شهر جدید میخوام بزنن کلنگش بزنن. بابا بقیه شهرکای مثل پرند و این ور اونور شما درست بکنید، شهرکای اطراف شهرستان‌ها رو درست بکنید، نمیخواد شهرک جدید بزنید زمین. خب گم شدن پتوی با کیفیت ایرانی زیر پای قاچاق و واردات. ریشه قاچاق و واردات و آسیبی که وارد می شود به ریشه اشتغال و تولید می. اینم جالبه. یه گزارش اومدن راجع به پتو زدن. معمولا گزارش‌ها 90 ثانیه است. در بخش خبری 23 اگر نگاه بکنید داستان از این قرار هستش که اینها نمیان به افرادی که دارن قاچاق میکنن بپردازن. مثلا میگن آقای امین فردین داره قاچاق میکنه، بیان اسمشو بگن، یا مثلا فلان سازمان داره قاچاق میکنه، میگن آره واردات بی‌رویه باعث شده که فلان صنعت بخوابه. و این گزارش هم که تو شهرستان هستش سفارشی، یعنی تهران زنگ میزنه میگه آقا اصفهان برو فلان گزارشو بگیر. یا از بعضی وقتا هم مثلا فلان گزارشی که فکر میکنن خوبه سر مردمو گرم میکنه میذارن آقا برید جلوی اون افرادی رو بگیرید که مافیان و اینها رو وارد میکنن. این گزارش دردی از مردم دوانه میکنه. گوش بدید. مشتری میاد دنبال پتو خارج، بخاطر اینکه جنس خارجی قیمتش خیلی نسبت به جنس ایرانی ارزون تره. 50-60% پتوی خارجی بود. ماشین تکسما اسپانیا هست، 1.5 میلیارد سرمایه مونه که داره در حال حاضر خاک میخوره. اینجا یکی از بزرگترین تولید کننده های پتوی غرب آسیا در اصفهان. خدمت 50 ساله داره. امروز با کمتر از 1/4 ظرفیت فعالیت می‌کند که این نتیجه 5 میلیون دلار واردات و قاچاق پتو به کشور است. 5 میلیون دلار قاچاق پتو. خب برید اسامی اونها رو بیارید بگید. حالا خوب آقای مکارم شیرازی هم گفت بعد اونها هاشون اشد مزادشون بشه. خبر بعدیتون میذاشید آقا این 2 تا اسامی رو اعلام بکنید، کسی که جرئت نمیکنه قاچاق بکنه. از کشورهای چین، ترکیه و امارات. در مجموع 4 تا کارخونه هست. متاسفانه 3 تا کارخونه‌مون متوقف شده. 8,000 تخته پتو تولید می‌کردیم که تبدیل شده الان به 3,000 تخته پتو. این کارخانه در سالهای اوج 1280 کارگر را مشغول به کار کرده بود. امروز اما این تعداد به 280 نفر رسیده. یعنی 1000 نفر رو اینا اخراج کردن به خاطر اینکه 4 تا فاضلابزاده و دلادوز رانت کردن و جنس وارد کشور کردن. 11 تا دستگاه که داریم می‌بینید تو این سالونه 3 شیفت 4 شیفت کار میکرد که الان شده 2 شیفت و متاسفانه فقط 2 تاش داره کار میکنه. نمیدونیم فردایی که میایم اینجا قرارداد بعدی باز هستیم یا نه. افزایش هزینه‌های تولید، مشکل تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید از دیگر مشکلاتیه که نبض این صنعت را به شمار انداخته. به دلیل اینکه مواد اولیه متاسفانه به اندازه کافی نرسیده، این سالن نیمه تعطیل هست. به مواد اولیه یادتونه خبر اول میگفتن ارز دولتی و فلان اینا. ارز دولتی رو به امثال این آدم نمیدن که بخواد مواد اولیه پتو رو وارد بکنه که 1000 نفر اخراج نشن. مواد اولیه و ارز دولتی رو میدن به یه سری آقازاده و رانتزاده و فاضلابزاده. اونا میرن جنس وارد نمیکنن. این آقایی که کارخونه داره اینجا اینجوری صنعتش میخوابه.
کارخانه به پیشرفته ترین دستگاه‌ها و تکنولوژی‌ها مجهز است. داریم با 40% ظرفیت کار می‌کنیم. الان با پتوهای چینی درگیریم، در حالی که کیفیت پتوهای ما به مراتب بهتره. پتوهای چینی با مواد نامرغوب داره تولید میشه. نقش در نقش با فانتا طرحی نو در سبد تولید ملی بیندازند. با توجه به نیاز بازار طرح‌های متنوعی اضافه می‌کنیم که شامل طرح‌های اسلیمی و طرح‌های جدیدی که توی بازار هست. برخلاف پتوهای وارداتی با یه بار شستشو هم سایزش به هم می‌خوره، هم رنگدهی داره. یعنی چی که پتوی داغونی وارد بازار کردن که خب یه بار میشوریش جمع میشه. خب ولی اینجا موادی که استفاده می‌کنیم بهترین مواد، روی کیفیت پتو خیلی موثر و مفید هست. با این وضع آیا عادلانه است که 60% بازار پتوی کشور ما وارداتی باشد؟ تولید کنندگان امید دارند به اینکه اعتماد مردم و حمایت مسئولان می‌تواند چرخهای این صنعت را روان‌تر کند. دیگر همه چیز در گروه تصمیمات مردم و مسئولان است. خلبان مقصر نیست. سرپرست دادسرای جنایی تهران گفته بر اساس شواهد و مدارک خلبان هواپیمای تهران یاسوج که سقوط کرد مقصر نیست. مجهز نبودن بال و دم هواپیما به سیستم جلوگیری از یخزدگی، صدور غیرقانونی مجوز بهره برداری. اینم خیلی جالبه. هواپیما که سقوط کرد توی ارتفاعات فکر می‌کنم سیسخت بود یا سمیرون بود، دقیق نمیدونم. اولش اومدن گفتن خلبان و فلان، ولی خب ببینید تو خبرم داره میگه که مجوزهای ببین به زور گفتن باید پرواز بکنی، به زور ببین هواپیمای درب و داغون، بعد میگن تحریم ها بی اثر بوده. تحریم ها اینجا مشخص میشه دیگه، ما نتونستیم هواپیما وارد کشور بکنیم و داره اتفاقات اینطوری میفته که بعد میان اعلام میکنن میگن که تجهیزات هواپیما داغون بوده. گوش بدید. از هواپیما قصور شرکت بهره بردار در بکارگیری گروه پروازی و نقص در سیستم موقعیت یابی که زمان حادثه فعال میشه از مواردیه که به گفته شهریاری باعث سقوط هواپیما شدن. البته به گفته شهریاری 2 ماه قبل از حادثه هم به سازمان نظارتی هواپیمایی کشوری هشدارهای لازم داده شده بود. 2 ماه قبلش هم گفت هشدار داده بودن اما دایورس بودن. اصلا جواب ندادن. گفتن بابا بی خیال جون مردم دیگه. بود. حدود 6 ماه قبل پرواز 3704 هواپیمای آسمان بعد از 50 دقیقه پرواز از سمت تهران به یاسوج از رادارها محو شد و سانحه هوایی مرگبار و غم‌انگیز رو برای 65 سرنشینش رقم زد. 65 نفر مردن. حالا اگه 5 نفر توی مثلا فلان کشور افریقایی میمردن تا یه هفته توی ایران عزای عمومی بود. 65 نفر مردن. حالا هیچی دیگه، شرکت بوده، فلان بوده، تجهیزات داغون بوده، برای هم مهم نیست براش. مذاکره ادامه داره. روی سرمربی دیگه‌ای حساب باز نکردیم. حالا به هر جهت‌هایی که روش اختیار خودش رو داره. اینم حالا دارن بازی میکنن قیمت کیروش رو ببرن بالا، سرمربی و داستان وجود داره. چیزی که مشخصه در فدراسیون فوتبال همیشه فساد بوده و هست. حالا آقای تاج هم داره میگه که روی آقای کیروش هستیم که تا بعد از جام ملت‌های آسیا میشون باشن و بعد از اون برن. ولی خب مثل اینکه مشخصه میخوان یه سری حرکات انجام بدن که بتونن از وزارت ورزش پول بگیرن. این نکته دیگه هم بگم که استقلال حالا امروز 11 مرداده احتمال 90% از جام ملت‌های آسیا حذف بشه به خاطر بدهی که داشته. حالا اینجا اشاره میکنه آقای تاج بهش به استقلال پرسپولیس و جالب اینجاستش که رفتن مدرک باشگاه استقلال جعل کرده بوده فرستاده برای ناظر اف سی. ناظر اف سی اومده بودن ایران دیدن اوه مدرک جعلی، باشگاه بدهی داره، باشگاه استاندارد نیست. سر همون قضیه بیش از 12 میلیارد تومان باشگاه استقلال بدهی داشته، نزدیک 6 میلیارد تومانش پرداخت شده، 6 میلیارد تومان دیگهش مونده. هنوز پرداخت نکرده که اگر پرداخت نکنه تا آخر این ماه 100% از جام ملت‌های آسیا حذف میشه و از سال دیگه هم به همچنین. حالا ببینیم چی میگه آقای تاج. دقیقاً میتونه که، ولی من فکر کنم مذاکره‌ای که با ما داشته الان داره همینجور. همون دیشب هم صحبت داشتن دوستان ما با آقای کیروش، صحبت‌های منو منتقل کردن به ایشون، صحبت ایشون به من منتقل شده، داره مسیر خودش رو میره. راجبه داخلی نه الان من اصلا فکر روی نکردم که آقای کیروش نباشه. اما بشنوید از بدهکارهای پا به تو. بالاخره کنفدراسیون فوتبال آسیا رو بحث بدهی و بدهکاران و تراز مالی حساس و فدراسیون فوتبال هم کمال همکاریات حالا با خمیر کرده. منتها این روند خوبی نیست که باشگاه‌ها پول خودشون رو ندن، به جز پرسپولیس و استقلال و یک مورد پدیده که الان داره انجام میشه.
ما تقریبا باشگاه بدهکاران چنانی دیگه نداریم، یعنی فقط این 3 تا تیم، ولی مطمئن باشید تیم‌های بیشتر هم هست. نکته دیگه هم بگم که ویدیو داره به 30 دقیقه میرسه، لطفاً کامنت بذارید و این ایده هستش که ما بخش خبری رو میشیم تحلیل میکنیم، حالا بخش خبری خارجی رو هم همچنین مثل BBC صدای آمریکا. من حالا سعی می‌کنم روی 30 دقیقه ببندم ببینم خبر بعدی هم چی هستشون هم تحلیل بکنم. امیدوارم خوشتون بیاد. یه ایده است دیگه داریم انجام میدیم. از برخی باشگاه اصلا هیچ بدهی توی هیچ زمینه‌ای الان ندارن، تراکتور باز داره باش بدهیاش رو پرداخت میکنه. و این نکته دیگه هم بگم که تراکتور و باشگاه ماشین سازی رو یکی از مالک‌های هواپیمای آتا که هواپیمای آنا رو هم داره میخره خریده و جالبه رفته تیم این خود آدم هم خودش جزو بدهکاران بانکی، همون که به چجوری تیم فوتبال دادن که بخره. آتا آنا به ترکی میشه پدر و مادر و اون اومده اسپانسر شد. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. و جدیداً پولشویی شده دیگه، یعنی طرف یه تیم فوتبال میخره یه وام میلیاردی میگیره، مثلا 100 میلیارد میگیره، 5 میلیاردش میریزه تو فوتبال، همه تو رسانه ها میبیننش میگن مثلا طرف اومده خرج کرده، بعد 95 میلیارد هم پرداخت نمیکنه، بعد میگه آقا من تیم فوتبال دارم فلان. یعنی پولشویی جدید شده در فوتبال این قضیه. ولی وضع استقلال پرسپولیس رو باید یه کمک جدی بهشون بشه. وزیر محترم ورزش جوانان در واقع دستور خواست داد به وزیر که بتونه دستور بگیره که بتونه پول خوبی رو بگیره برای تیم ها. حالا خودشون چقدر پورسانت بگیرن خدا میدونه. خیلی جدی دادن پریروز برای رفع این بدهی ها که من خودم به این خیلی امیدوارم که انشالله این اتفاق بیفته. ترکیه هم خب مرسی از اینکه با ما همراه بودید. یه ایده است به حال من دارم انجام میدم و بخش خبری 23 رو تحلیل میکنم. کامنت بذارید، اگر خوبه بگید ادامه بدم، اگر بده بگید ادامه ندم. لایک بکنید و نظر بدید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب بکنید. مرسی از شما.